بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه من والاه. پدرام هستم از استان کردستان کشور ایران عزیزمان که الحمدلله والمنه که 4 سال به عقیده موحد، عقیده اهل سنت جماعت هدایت پیدا کردم. از الله سبحانه و تعالی میخواهم که همه موحدین جهان پایدار، استوار، ثابت قدم باشند و انشالله در زیر پرچم عزیزمان کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر افتضار شویم.